آورد رسون دینا حق رسون که از اون تفه های مدینه دعوت کرد از آسیا ملبی گفتیم اگر دروغ باشه همه تون دیدسته دویم وظیفه رسول الله چیه در زمین پیغمبر آمده که کمبغل و بیچاره ها در زانتیک شو و زکات ها را که دمیته کیا وردیدن صدقه را که دمیته روزه تا میخری 60 مسکین چی میتوی قسم میخری قسم تا میشکنی 6 تا مسکین 10 تا مسکین طعامته این کار کردی مسکین طعامته این کار کردی بیچاره یاردم که این کار کردی صدقه این کار وای آمده پشتی این فقیر کم بغل میگیره بازی همین پشتی کم بغل کی میگیره دویم وظیفه‌اش آمده که من زانتی که فقیرها من زانتی که برجامانده ها حضرت انس بن مالک میگه خانه رسول الله ده یگان چیز از 3 روز زیاد استوداش من ندیدم یگان چی نداره پیغمبر هیچ نداره همه چی رو میبرمتیه با وجوده که چیلا و مال دنیا را یک کوی خود میومد میگه مدینه همه امور میدو یه امراتی ببینید زکات صدقه فیتر قسم خورده یک کس زدی این کن غلام آزاد کن بیچاره را گیر یتیم را گیر صغیره را نام دادی بی‌بدن را نام دادی همه این پروگرام را کی آورده رسول الله دویم وظیفه در زمین همینه که میگه من گشنه ها را سیر میکنم فقیرها را در تگی گرد میگیرم وقتی گیرکل میپرسه ابو سفیان این مردی که دعوای پیغمبری داره در بیابان سوختگی مکه اطرافش بایا بسیار جمع میشن یا کمبغلا گو اکثریت همش گو کمبغلا گو آیا یگان داشت بعدی وارد شدن ای پرش میگریزن یا نه گفت نه جانشون میتنی جان میرون گفت صفشون کم شده یا زیاد گو روز تا روز زیاد میشون گفت پیش این یگان اولاد شاه و پادشاه بود گفت نه گو یگان بار دروغ گفته بود گفت درد منمینه که دروغگو نیست گفت باشن پیغمبره گیره که تصدیقش کرد که پیغمبره اطرافش داره گفت فقط کمبغلا میبیاین گفت برای کمبغلا رنگی پدرشونه کچاق میگیره گفت سراشونه موچه میکنه آغوش میگیره سراشونه سیله میکنه کودکاشونه میگیره واقعا چخیل ما انسان در حق شبهه کنیم این همیقدر شبهه کافر میشید این همیقدر اگر شبهه که در حقش کافر میشید رسول خدا ایو و جانب خدا آمده دویم آمده که من فقیرها در زمین چت رو میگم من زانتی که فقیرام اگر یک کمبغل 4 بار بیا پامون میلرزد اما 23 سال حیاتش فقط کمبغل بیوزن گذشته گرد سری امور سیله کردن آغوش کردن مقصد امور بوسه کردن یگان روزی پیغمبر میگه به فقیر نبود بعد شب معراج آمد گفت از خدا دعا کردم که روز قیامت قطعی فقیرها من خزانم اسلام زیدی فقیری و کمبغلیه شما پیغمبری گپ گو برای که همه فقیر و کمبغل بودن پیغمبر رو که دل شکسته نشوه نمیاد شما گمان نکنید که در زمان پیغمبر فقیر نبود در زمان موسی هم همه دعوت بود میگه پیغمبر ببین که میگه من میبخشم برای فقیرها من قطعی همیون که همیون دل شکسته نشوم همیون نگوان که ما به صحیبیم همیون نگوان امروز کیخ میخره غمی کمبغل کی میخره غمی فقیره کی میدونه در این شبا فقیر کمبغل چی عذاب دارن او رسول او تا روز گریه میکنه خلیفه های ما تا روز خانه فقیرها میگردن حضرت عمر بن خونه میروه حضرت ابوبکر خونه میروه حضرت عثمان خونه میروه حضرت علی خونه میروه وقتی میمرن کفن ندارن امپراتورای دنیا را زدن کفن ندارن این میده تاریخی اثبات شده که شو خلیفه های اسلام دنیا را داشتن قصر نداشتن هیچ نداشتن میروان حضرت عمر در زیر یک سایه خرما خوابه میپرسن که کجا دای خلیفه و امیر قصرش میگه ما خیلی امیر نمیشناسیم کجا ده خوابه ایو سایه خدا را کتستی سایه خدا در سایه خرما خوابه آیا بودن سایه خدا آنها بودن که گریه میکردن عرش میجومید برای امانی برادر دیگه وظیفه رسول الله بوده که من قطعی فقیر برای فقیران ما سرپوشم هیچی هم نکرد فقیره هیچی هم نکرد فقیره یک گپی خود و چاپشگی از دنیا آدم های فقیر بسیار ساده میشن
آدمای فقیر بسیار نادار میشن، آدمای فقیر بسیار دل شکسته میشن. اما رسول الله میگه من قصیشون کی داره این وظیفه را در این زمین؟ هیچ کس نداره. دو آدم داره، یک نوشیروان عادل داشت، یک حاتم توی تا به امروز نامشون است. کجایی میدونی نام اردمی را میگیره؟ غیر از هیچ کس نداره. هیچ کس نداره. صغیر پرور خدا نمیشه و حتی که فقط رسول الله رو تاریخ میگه. دویم وظیفه شما دعا میکنه خدا رو مجلس ما رو مجلس خیر گردونه. خیر قبول کنه. مولود مبارک کنه. ما شما رو برای راست هدایت کنه. گذشته ها رو رحمت کنه. ای حاسد و قاصد و ظالم و دشمن شما رو نگهبان باشه. برکت را در کسب کار کنید. بیماراتون شفا دهید. پروردگار الفت و مهربانی را در قلبتون زیاد کنه. روی خالی را نبینید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الله اکبر. شما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم جان باد فدایی قد و بالای محمد صلی الله علیه و سلم. جان باد فدایی قد و بالای محمد باگ سوی مشکین سمنسای محمد جبريل جلو دار براق الشب معراج جبريل جلو دار براق الشب معراج حورا سفدر سفبة ماشاء محمد عرش السرفراز تشريف قدومش عرش السرفراز تشریف قدومش کرسیست و بالش زی تمنای محمد خورشید گرفت خوشه از خرمن حسنش خورشید گرفت خوشه از خرمن حسنش مهروی کنان بوسه زد از پای محمد تشریف زمینش همه را واله نموده تشریف زمینش همه را واله نموده تشریف سما جمله به غوغای محمد شد گلشنی عالم زی توفیلی گلی رویش شد گلشنی عالم زی توفیلی گلی رویش از شوق همه بلبلی گویای محمد آمد به قدش خلعت لولاک موافق آمد به قدش خلعت لولاک موافق تاج بسرش قوس اودنای محمد تا حال قبو وصف قبایش به مزمل تا حال قبو وصف قبایش به مزمل بحری زفری خسم فتحنای محمد فردا کی کند جلوه به بازار قیامت فردا کی کند جلوه به بازار قیامت محشر شود آن روز به تماشای محمد از بحر شفاعت به همه امت عاصی از بحر شفاعت به همه امت عاصی بندد کمری همت و اعلای محمد خاکی قدمش سرمه به چشمان جنونی خاکی قدمش سرمه به چشمان جنونی کوه است به جان واله و شیدای محمد در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد
در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد اندر صباح مردان بوی محمد آمد اندر صباح مردان بوی محمد آمد طاها بخوان و یاسین وانگه بگوی آمین طاها بخوان و یاسین وانگه بگوی آمین از سوره های قرآن بوی محمد آمد از سوره های قرآن بوی محمد آمد اول بکن طهارت وانگه بکن عبادت اول بکن طهارت وانگه بکن عبادت از فیض صبح خیزان بوی محمد آمد از فیض صبح خیزان بوی محمد آمد والشمس واسفرویش واللیل اعتمویش والشمس واسفرویش واللیل اعتمویش از ذکر ذات سبحان بوی محمد آمد از ذکر ذات سبحان بوی محمد آمد اول بگفت محمد ذکر لا اله اول بگفت محمد ذکر لا اله از ذکر لا اله بوی محمد آمد از ذکر لا اله بوی محمد آمد آن هش در کشاده